احوال؟ نباد نیو. سلامت. سلام. خوبی الحمدلله. سلام علیکم. چطوره؟ خوبی؟ دیروز دوست امروز آشنا آقای افغانی 10 سالی گذشته شنیدم کانادالیزه شد. خوبی؟ سلام 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 سلام. همه میگفتم بابا رهبر مال منم هست و یه مأمور سرمونه هست. اولین دیدار ما با آقا در اوایل دهه 70 مثلا شاید سال 71 اینا بود که همین جمعی که دوستان شاعر میرفتند و اینها، خب منم خدمتشون رسیدم. روشنی صبح بدون شبی، حیدر کراری اگر زینبی، پربلا سری دارم بار سجده ای بر دوش، گر رهی نماید دل میبرم به درگاه. این جلسه که البته مسبوق به سابقه بوده، یعنی این اولین جلسه، این سلسله جلسات هم اولین سلسله جلسات با هنرمندان نبوده. آقا همیشه جلسات شبیه به این داشتن. عرض سلام خدمت آقا، خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم و تبریک از من دهه مبارک فجر رو. با عزتون سوالم من مطرح کنم. شما به عنوان مینترین مشاور ما، خدماتی به جوان‌ها داده میشه که جوان‌ها نیازمند به این هستن که بشینن نگاه کنن یا بشنون یا به نوعی فقط متفکر بشن. از پیش معین شده کسانی که میخوان صحبت کنن؟ برخی از دوستان خودشون اعلام کرده بودن که صحبت خواهند داشت. خب شما زمان برنامه رو مشخص کنید و گزینش دیگه نکنید. هر کسی که حرفی داره در این زمان بزنه. تئاتر مظلوم بوده و مظلوم باقی شده. بعد مثلا با نویسندگان جلساتی داشتن، اینا بود. یک جلسه که سالهای قبل بود که اونم با بچهای رادیو رفته بودیم، همینطور البته تعداد یکم بیشتر بود، ولی وقتی شکل میگرفت اون جلسه پنجشنبه شد، شکل گرفت دیگه، یعنی از اون حالت جست گریخته در اومد شکل گرفت.
یه بار یکشون فرمودن که من در ایام پاییز و زمستان روزهای پنجشنبه وقتی دارم بعد از نماز. خوب هستش که این وقت تبدیل بشه به این نوع دیدارها و گعده ها. آقای فخیم زاده بخیر. بله. سلام علیکم. شنیده بودیم که حضرت آقا پنجشنبه و اینا دیدار تخصصی میذارن و تو رشته‌های مختلف ایشون بالاخره مینشینن و رو در رو صحبت میکنن. سلام، احوال شما چطور باشه؟ شما میزی شدی؟ سلام. یک زمان این جلسات در واقع مخصوص یک رشته و یک فن نبود. گاهی در هم بود، از رشته‌های مختلف بودن، از موسیقی بگیر، از ادبیات، از هنرهای تجسمی، از صاحبان خاطره، از نویسندگان. سلام علیکم. احوال شما چطوره؟ سلام علیکم. شما قدیمی. حالتون خوبه؟ خانواده چاق شدی تو بغل نمیایید. لطفاً با آجا سلام برسید. خوشحالیم شما رو داریم. یاد اون روزی به خیر که آمدی تو بغل ما نزدیک بود هر دو بیفتیم تو خونه اسلامی. یادته؟ در حوزه فناوری به ویژه اطلاع دارن، در حوزه علوم که جلسات محضرشون بوده. از ما هم خواسته شد که افرادی که در حوزه فناوری نانو مشغول هستند و فناوری رو توسعه دادن، محصولی رو در به اصطلاح بازار دارن و افراد برجسته در این عرصه رو ما در یک جلسه خدمت حضرت آقا باشیم. چشم ما روشن به این همه دانشمندان نانو واقعا برای ما ماه خوشوقتی و مسرته که الحمدلله همه تون فعال، دانشمند، جوان. خدا انشالله حفظتون کنه. خب جلسه در واقع با حضور آقا برای نماز شروع شد، نماز مغرب و عشا. الله اکبر و تکبیرة الاحرام. اتاق خیلی بسیار کوچکی بود، اتاقی که من و همکارانم درش جمع شده بودیم و فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق ما، این رو بر اساس ذهنیت خودم میگم، منتظر بودیم که ما رو به جای دیگری منتقل بکنند که منبسط‌تر باشه، فضا بزرگتر باشه که اونجا دیدار اتفاق بیفته. فکر نمی‌کردیم که همین در میان ما تشریف بیارن مقام معظم رهبری و بنشینن با ما صحبت کنن. هر جا دوست دارین بشینید. به حرف این آقایون گوش ندید. اصلا دیدم جنس جلسه با جنس جلسات دیگه فرق میکنه. بیریش رفته پاریش برگشت، سالم رفته مجروح برگشت، بی تجربه رفته سر تا پا تجربه برگشت. میگم خیلی جلسه اصلا حتی از دیدار شاعران هم خیلی راحت تر. اینقدر که آقا نشستن گفتم من امروز وقت دارم ما راحت باشی. نمیدونم از چجوری از کدوم یکی از دوستان شروع کنیم، از کسوت شروع کنیم، از سابقه شروع کنیم. سوال کنید از بله آقایون که هر کدوم مایلن. آخه اینطوری همشون مایلن. تا وقتی وقت هست اینم خیلی مؤثر بود که ایشون خودش مشتاق بشنوه. خب خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوش آمدید. من عرضی ندارم آقایون اگر مطلبی بخواید بفرمایید مستمعم تو این جلسه. فضا خودشون انقدر صمیمی و دوستانه کردن که بچه‌ها خیلی راحت باشون حرف زدن. از این جلسه مقصود این حقیر انسه با دوستان و آشنا شدن با بعضی از برادران و با بعضی ها که آشنا هستیم و بعضی دیگه هم که آثارشون رو گاهی یا میبینیم یا میشنویم از دیگران، تعریف و تمجید رو
با خود آقایون از نزدیک آشنا بشیم، احوال پرسی کنیم. من یادم میاد آقای صالح الله نشسته بودن روی صندلی و عذرخواهی کردن که من کمرم درد میکنه و خیلی صمیمی ایشون گفتن خب منم کمرم درد میکنه، عذرخواهی نداره. استاد محمد صالح الله که خدمتشون هستیم در رادیو پیام، در همه بخشا که به هر حال محضرشون حضور داریم. یا آقای صالح الله سالها پیش یک کتابی به من داد، شما بودی؟ بله، من چند تا کتاب تازه هم آوردم، تقریبا تازه. من خیلی پوزش میکنم که کمرم درد میکنه. پوزش نداره، منم کمرم درد میکنه. خیلی اصرار دارم کمرم خوب نشه سالهاست، چون خیلی خانواده به من وقتی کمر درد دارم خیلی بیشتر محبت میکنن، دیگه تلاش مزاحم میکنم که این کمر درد. خیلی خوب، خدا خیرتون بده. ببینید من با یه پیش‌داوری تو اون جلسه رفتم. پیش‌داوری این بودش که حضرت آقا خیلی چیزا رو نمیدونن، نمیگن و نمیخوان بگن. بسم الله الرحمن الرحیم. صدا داریم؟ باورم بر این بود که عدالت فرهنگی، چیزی که سالها به گوشم خورده بود، در همه جای ایران اتفاق افتاده. بودجه تئاتر در شهرستان لاهیجان 0 ریال است. ولی متاسفانه سند نداریم آقا. سند یعنی چی؟ یعنی من 50 سال آینده تئاتر جمهوری اسلامی رو کجا ببینم؟ از نظر کمی ما خیلی تولیدات داشتیم، اما از نظر کیفی نمره قابل قبولی نمیگیریم. سریالی که داریم میسازیم به نظر من نسبت به کاربردی که دیگران دارن تو جامعه ما انجام میدن ما خیلی کمکاریم. خاطر نبودن بودجه کافی یک کمبودهایی هست که این بیرون حس میشه وقتی بله، عنایت خدا به فضل خدا من تو حوزه شعر بوی بهبود میشنوم. سربازای زمان جنگم مثل آدمای دیگه پیر میشن. منتها دنیا خاطرات اونها رو، ادبیات اونها رو جوان نگه می‌داره. ما تقریبا میتونم بگم هر روز وضعمون بهتر میشه. بخشی از نیروی این مملکت داره هرز میره، یعنی کسایی که ما میذاریمشون اون ور خط، اینها بچهای ما و این بچه‌ها باید بیان این ور خط. بیشترین الحمدلله بضاعت و توانمندی ما حالا دیگه فقط در ارتباط با حوزه تهران و مرکز نیست. امروز بیش از 18,000 هنرمند تئاتر سرپا داریم. احساس میکنم که سریال و فیلم‌های دفاع مقدسی در کشور ما خیلی کم شده. من کاری که کردم روی عایق‌های صوتی با فناوری نانو بود. گفتن که آقا نانو رو ما شنیدیم تو جوراب و کت و شلوار استفاده میشه، نانو چه به صنعت گاز. و خیلی محترم گفتن بلند شید برید بیرون. داستانی که میتونه آرمان‌های ما رو به واقعی ترین شکل به جهان ارائه بده. 3 شبکه رادیویی موج کوتاه ما رو نمیدونم چرا قطع کردن. یک سوزن که نه یک جوالدوز بردارم به خودمون بزنم به دلیل جفایی که در این سالها در حق زبان و ادبیات فارسی شده. حالا من امشب خیلی خوشحال شدم که از لفظ مبارک شما شنیدم راجع به حتی تاریخ ایران و شاهنامه. و ما انشاءالله از همین 98 تا 1420 داروی جدید که تا کنون تولید داخل نداشت وارد بازار خواهیم کرد. الان در مرحله کارآزمایی بالینی هستیم، یعنی ایمنی و اثر بخشی محصولاتی که تولید شده رو در بیمارانی که دچار اینجور مشکلات هستن در حال ارزیابی هستیم. تحت فهم شما یه سری کارا رو انجام دادن در مورد بحث آسیب اجتماعی. خیلی از این اطلاعات اگه بتونن به ما دسترسیشو راحت‌تر بکنن، ما سعی می‌کنیم با یه طمأنینگی و با یه سازگاری بتونیم اینو به مردم برسیم. تعداد زیادی هنرجو و علاقه‌مند به فیلمسازی رو تربیت می‌کردن. این آموزش هیچی رو حل نمی‌کرد. ساختن فیلم‌ها مهمه، اما ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهم‌تره. جمع حاضر بچه‌هایی هستن که تو خیلی از روستاها پای درد دل محرومین و روستاییان و مستضعفان شب‌ها رو به سر کردن و روزهایی رو برای کار اونها دویدند. ما اصلا بنبست فنی نداریم، بنبست فناوری نداریم، ما مشکل مدیریت داریم. اگر اجازه بدید من میخوام این کتابا رو تقدیم شما کنم. 2 تاست. حتما دستتون درد نکنه. کار نمایش رو از قبل از انقلاب شروع کردم. همه دوستانم ظاهرا همه بعد از انقلابی هم، ولی من قبل از انقلابی هم. تابوتی
از سپاه یزید اومدن ولی خور نیستن. ولی هر حال اولی از همون سال اول انقلاب از 58 من فیلم ساختم. یعنی سال 58 من فیلم ساخت، کارگردانی کردم و بعد ادامه دادم. چرا من بیشتر اون مثلا اون شعر سعدی هم سر المسخون رکبن تهیم فی الفلواتی تو قطر آب چه داری که در کنار افتادی. من همیشه سینمای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و بعد تلویزیون رو بهتر از دوستام درک می‌کردم، برای اینکه اون دوره رو تجربه کرده بودم و شرایط رو دیده بودم. ببین من به این فکر کردم که اون روز چرا آقا شوخی زیاد کردن با بچه‌ها. من فکر میکنم که یکی از نکات همینه، یعنی آقا دنبال اینن که از صنوف و شقوق مختلف که آدم ها میان بدون پرده، یعنی میخواستن فضا رو بشکنن ماها راحت تر حرفمون رو بزنیم، بدون پرده بتونن صحبتشون رو بکنن و حتما نتایجی داشته باشه. یک بتونن در واقع دوستان ما این آستانه صبرشون یکم بالا ببرن، آستانه صبرشون رو بالا ببرن، نقد پذیر باشیم. خود من میتونیم شروع کنیم. فقط ما مواد فروشا و دزدا رو میتونیم باشون شوخی کنیم چون صرف ندارن، هیچ اتحادیه‌ای ندارن، غیر قانونی هستن، با هیچ جای دیگه نمیشه. تو این جامعه ما اگر ما با کسی دشمن باشیم خب میجنگیم، اما با دوست که ممکنه شوخی کنیم هیچ کی این جمله رو متوجه نیست. الان ما با هیچ کس نمیتونیم شوخی کنیم. با کی شوخی کردی؟ با هر کی شوخی کنیم میکشه دادگاه آقا جان. با هر کی. با خود تلویزیون شوخی کردیم نصفشو بخش کردن که دیگه قرار بوده اینا از همه آزاد، علیرغم اینکه تو همین سریال لیسانس ها ما تا دلمون خواست شوخی کردیم، ولی جامعه امروز ما احتیاج به این شوخیه داره. این خانواده ها رو یه خود لبخند میاره گوشه لبشون، بعد فضای خود بازتر باشه بتونیم شوخی کنیم، بپذیریم که داریم شوخی میکنیم، دشمنی نمیکنیم. ولی آقا اینجوری نیست، اینجوری نگاه نمیکنیم. نه من معتقدم باید شوخی کنیم. من به پلیس هم گفتم یه وقتی چند سال پیش از این یه سریالی بود، فیلمی بود، چی بود که نیروی انتظامی اعتراض کرده بودم، بهشون گفتم بی خود اعتراض میکن. به آقایون علما سر اون قضیه چی بود اون که چی ساخته بود؟ مارمولک تبریزی ساخته بود. من با آقایون گفتم که شما به جای اینکه اعتراض کنید استقبال کنید، بگید دست درد نکنه که نشون دادی که آدمایی میان لباس ما رو به ناحق میپوشن. این چیز خوبیه. نه من عقیدم اینه که شوخی کنید، منتها شوخی مؤدبانه باشه. یعنی باید شوخی مؤدبانه باشه، خلاف حق نباشه، توش هتک نباشه، اما شوخی باشه نداره. خیلی ما مجوز گرفتیم. گرفتید؟ بله برید شوخی کنید. یعنی ما طول این 3-4 ساعتی که در محضر حضرت آقا بودیم هر نکته‌ای هر کدوم از ماها به ذهنمون میرسید مطرح شد. من توی این بخش فقط یک مطلبی رو به عنوان امانت از مخاطبانی که با همون تماس میگیرند منتقل بکنم که توی شرایط اقتصادی فعلی خیلی تماس‌هایی داریم که مشکل اقتصادی دارن افراد یا از ما راهکار میخوان. مسائلی هست که راهکاراش تو حوزه کلان هستش یا مسائلی هستش که مربوط به دریافتی‌های افراد، کارگران اینها میشه. این ارتباطی که حضرت آقا تو این جلسات با این افراد برقرار میکنه به اینا امید میده. این خیلی مهمه. بحث جراحی راه دور یکی از بحث‌های این دستگاه است، ولی اون چیزی که در دنیا بیشتر مصداق پیدا کرده افزایش دقت جراحی با استفاده از این فناوریه. به گونه که اگر جراح دستش رو 1 سانتیمتر حرکت بده، ابزار جراحی 1 میلیمتر حرکت میکنه. جراح دیگه لازم نیست لباس استریل بپوشه و بره تو اتاق عمل بالا سر مریض ساعت‌ها بایسته. یک جراح بعد از 2 سال کار کردن مشکل ستون فقرات، گردن درد، واریسه پا میگیره، پشت این دستگاه میشینه و در یک حالت چایشو میخوره و چایشو میخوره و هر وقت دستش رها کنه دستگاه فریز میشه، چایشو میخوره 2 مرتبه ادامه میده. منتها 20 سال بوده به صورت مونوپولی فقط توسط ایالات متحده تولید میشده و ما اولین کشوری بودیم که خوشبختانه تونستیم مونوپولی رو بشکنیم و سعی داریم میکنیم که وارد بازارهای جهانی بشیم. اولا که ببین جلوی آقا موقعی که شما صحبت میکنی اولا نمیدونی چی بگی، چون مقابل آدمی داری صحبت میکنی که تا حالا شبیهش رو ندیدی.
موقعی که اونجا میری بالاخره جو اونجا، فضای اونجا یه جوریه که حرفات یه خورده خاص میشه. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما. علیکم السلام. انیمیشن راهنما و رانندگی رو که اون زمانی که من ساختم، صحبتی از قول شما به ما گفتن که امیدوارم درست باشه، خیلی جالب بود، یعنی خیلی کیف کردم. اینکه حدوداً 20 سال پیش که انیمیشن راهنما و رانندگی شروع میشد، شما فرمودید که نوه من میاد تو اتاق دست منو میگیره میگه بابا بزرگ بیا این فیلم‌ها شروع شد و اینا. خلاصه خیلی کیف داشت. حالا راست و دروغش نمیدونم ولی خب خیلی لذت بخش بود این تعریف. نگاه می‌کردیم ما، نوه می آورده خودم می آمدم، اون بحث دیگری. بله. بستگی به روحیت تو اون موقع داره، بستگی به فضا سازی داره که رفتی اونجا. مثلا من خیلی ها رو دیدم که رفتن پیش آقا، خیلی تو تلویزیون این ور اون ور حرفشون رو نتونستن بزنن، زار زار گریه کردن. خب من زار زار گریه نکردم، من حرفمو قشنگ زدم. آقا ما یه مشکلات انیمیشنمون الان خیلی خوب شده، خیلی اوضاعمون خراب بود. من مجموعه انیمیشنی ساختم به نام حسن خطرناک حسن که انیمیشنای آقای ایمنی گاز بود که روانبخش صادقی 10 سال قبل از من اصلا شروع کرده بود. من 500 قسمت از اون ساختم، یه سری ساختم به نام حسن خطرناک حسن معروف شد. اینجا پدر منو در آوردن، یعنی یکی دو تا مدیر که اسمشون حسن بود و بعد از این انیمیشن حالا تو ادارهشون، تو خونهشون، زن و بچهشون دست مینداختنشون، مثلا هر کاری میکرد میگفت نه حسن خطرناک حسن. اینا نامه دادن با آقای زرقامی که آقا داره به عمه اطهار توهین میشه و امام حسن و این چیزا. یعنی ما مشکلاتمون خیلی فراتر از این حرف هست. ما هم متخصص انیمیشنیم دیگه. شما رو به خدا بگین که به حرف ما هم گوش کنن. خیلی متشکرم. چشم میگی اگه گوش کنن. فضای خوبیه که خارج از اون قواعد مرسوم و معمولی که مردم میبینن آدم بتونه راحت حرفش رو بزنه، مثلا انتقادش رو بگه. توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که مسئولین ما در ایام آغازین انقلاب و دفاع مقدس در سنین ابتدایی جوانی بودند، در حالی که همکنون همان افراد که هنوز هم برخی از آنان مسئولیت دارند از سپردن مسئولیت به جوانان در آستانه میانسالی و میانسالان با بهانه عدم تجربه و مهارت لازم و جوانی امتناع می‌کنند. جسارتاً این انتقاد در فضای ذهنی این دو نسل به شما هم وارد است که در انتصاباتتان و انتصابات اخیر هنوز هم از همان نسل‌های ابتدایی اول و دوم انقلاب استفاده می‌کنید و جوانان نقش کمی در انتصابات را دارا می‌باشند. من می‌خوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اونم این که ما سطح توقعاتمون یه ذره تغییر کرده و اومده پایین. سال گذشته آقای حاج علی اکبری به عنوان مثال به عنوان یک شخصیت دانشمند و برجسته به امامت جمعه تهران منصوب میشن و ما خوشحالیم و در فضای مجازی تقدیر میکنیم که امام جمعه جوان تهران منصوب شدن و خوشحالیم از این اتفاق و واقعا بسیار زیبا بود برامون این موضوع. اما خودم داشتم فکر میکردم که ما آقای خامنه ای رو داریم که خودشون در آستانه 40 سالگی امام جمعه تهران شدند و ما الان مثلا نسبت به انتصاب امام جمعه 55 ساله تهران خوشحال میشیم. ببینید آقا جون، برای اینکه جوانهای مورد نظر شما مسئولیت‌های مدیریتی قابل توجه رو، حالا نمیگم حتما وزارت، چون مدیران رده‌های میانی زیادی هستن که میتونن فعال بشن، جوونا این مدیریت رو به عهده بگیرن، راهش اینه که دولت به وسیله یک جوان تشکیل بشه. اینی که من گفتم جوان حزب اللهی، این به خاطر این، یعنی بالاخره وقتی که حالا مثلا فرض کنید یه جوانی در همون سنین متناسب، نمیگم حالا جوان 25 ساله، رئیس جمهور بشه من با مثال و واقعا آدم متعهدی باشه، این طبعا افرادی رو که انتخاب میکنه از بین جوانها خواهد بود. این کلید کار اینه، ولی با توصیه و با اینها خیلی صورت نمیگیره، مشکله. حالا مقایسه با اول انقلاب هم یه قدری مقایسه ناقصی است. یعنی اول انقلاب آدمایی که بتوانند کارها رو به عهده بگیرن و تجربه داشته باشن واقعا نبودن. الان هستن، پیرمردم نیست اما جوون 30 و چند ساله و 40 ساله هم نیست. اینو وقتی که داریم نمیشه، یعنی مصلحت نیست، درست نیست که ما این آدم رو در رأس کار نگذاریم
و از امکان کارش و از تجربهش و از تواناییش استفاده نکنیم. انشالله که بریم به سمت اینکه جوانها رو در رأس کارها قرار بدیم. دلمون میخواد این بشه انشالله. خب اونجا آدم احساس میکنه میتونه صحبت کنه، در مقابل آقا آدم احساس میکنه با غریبه صحبت نمیکنه. هم خودم هم دیگران بارها دیدیم که در مقابل ایشون آدم احساس محدودیت و سانسور و اینا نمیکنه، راحت تر از جایی که حتی مدیرای هستن ممکنه اونا خوشونه جلوی ایشون میشه هر چیزی رو گفت، مطرح کرد که رو به اصلاح. البته به نظر من خود کلانتر میتونیم صحبت بکنیم، یعنی اگه اجازه بدین. به نظر میرسه به تدریج داریم دور میشیم، یعنی همه اون شعارهایی که اول انقلاب بود، اواسط انقلاب بود، حتی تا دهه گذشته اتفاقاتی داره میفته که ما رو نگران میکنه و از فضای مجازی گرفته تا اتفاقاتی که حالا کم و بیش قطعا شما در جریانین. یعنی هر روز یک سندی رو میشه، یک ماجرایی مطرح میشه که توی مردم پخش میشه، هیچ کس بهش هیچ پاسخی نمیده. ما خودمون رو بی‌نیاز حس کردیم به نظرم، از شاید جسارت باشه ولی از شخص شما به نظرم تا مجموعه نظام انگار که احساس میکنیم نیازی نیست توضیح بدیم، نیازی نیست حرفی بزنیم، نیازی نیست که مردم رو توجیه کنیم. به حضرت عالی میخوام خطاب به شما بگم، میگم این فرصت ممکنه هیچ وقت نصیب من نشه، چون ما پشت سر شما نق و نق میکنیم، میخوام حضورا عرض کنیم. به نظر میرسه شما به عنوان رهبر انقلاب و بزرگی که قرار هست همه به تأسیس از شما حرکت بکنیم، گاهی آدم هایی که به شما نزدیکن یا محافلی که تشکیل میشه و شما حضور دارین یک چهره مشخص دارن، همه مردم نیستن. حتی ممکنه آدم هایی باشن من شخصا خیلی نخوام باشون ارتباط داشتم، ولی به نظر میرسه که رهبری انقلاب یکی از کارها شاید اینه. حالا من نمیخوام خدا نکرده تعریف کنم بحث رهبری رو، اون چیزی که به لحاظ عاطفی به لحاظ حسی از جامعه گرفتم و دارم خدمتتون عرض میکنم. مردم دوست دارن گاهی شما رو حتی توی جمعی بیارن که خانم‌هاش ممکنه حجاب خیلی مثلا آنچنانی هم نداشته باشن. قدیما چند تا عکس هم از شما دیدم اینجا که میان حجاب درست می‌کنن، اونا میان اتفاقا. ولی به هر حال اینا خوبه، اینا چیزایی که به نظرم اونا ملاحظه میکنن. من خودم آقای خامنه‌ای عزیز، من خودم بعض وقتا حس نمی‌کنم شما برای تک تک ما دلسوزین. این میتونه سوء تفاهم باشه، به هیچ وجه این ادعای نیست که سندی بخوام براش ارائه بدم. دارم حسی میگم و از منظر جامعه میگم. اینکه همه تک تک مردم احساس بکنن شما دوستشون دارین، این حس القا نمیشه. نمیدونم چجور میشه القا کرد، چی کار باید کرد، ولی به نظرم خیلی راهبردیه. من شخصا بسیار امیدوارم به وضعیت کشور. مردم اگر در صحنه باشن، ما این تجربه رو داشتیم، خیلی هم دور نیست. نسل ما این تجربه رو، خیلی از دوستانی که اینجا حضور داشتن، که مردم کارها میتونن بکنن. چه کار باید بکنیم؟ حالا ما هم البته به عنوان سرباز در خدمتیم که چه کار کنیم که ببخشید. اونجا هر کی میتونست هر چیزی رو فکر میکنه معضلی است، مشکلیه، پیشنهاد بده. همونطور که گفتن. من راجع به اون بحث اول شما یک کلمه‌ای دارم که بگم. منتها این جلسه رو من برای اینکه من صحبت بکنم اصلا تشکیل ندادید. این جلسه برای این است که شماها صحبت کنید و من بشنوم. لذا نمیخوام حالا الان اون مطلبی رو که بیان کردید رو نمیخوام بگم. البته این رو هم حالا جناب عالی خودتون بدونید، حالا چه مردم بدونن چه ندونن، من تک تک مردم رو دوست می‌دارم، یعنی همه رو دوست می‌دارم، برای همه دعا میکنم. من اهل دعام، به دعا خیلی اعتقاد دارم. هیچ نمیگم که فلان گروه یا فلان، برای همه دعا میکنم. ممکنه برای یکی یه دعای شدیدتر و غلیظتر و بهتری بکنم، اما دعا رو برای همه میکنم. دعای سعادت، دعای هدایت، دعای کامیابی و کامکاری. این رو دوست داریم. حالا ممکنه بدونن، ممکنه به قول شما ندونن. اگر لازم شد بعد من باز دو کلمه میگم. وقتی فرمودید پس بفرمایید که فرمودید نکته‌ای که هستشون از دست ندیدن. ببینید شما نگاهتون به جمهوری اسلامی گفتید من میخوام کلان مسئله رو نگاه کنم.
نگاه کلان اینه به اعتقاد من. شما نگاه کنید امروز دنیای بدی است، دنیای فاسدی است، دنیای گرسنگی است، دنیای تبعیضه، دنیای بی‌عدالتی است، دنیای زورگویی کسی مثل ترامپه، دنیای حاکمیت بی قید و شرط سرمایه است. این دنیاست. فرقم نمیکنه. اروپا و آمریکا در این زمینه فرقی ندارن. کشورهای دیگری هم که در این سطح و در این حد و اندازه نیستن به نحوی کمککار این جریانن. یعنی دنیای سلطه است. دنیا تقسیم شده به سلطه گر و سلطه پذیر. در مقابل این دنیای بد و فاسد یک نظامی سر بلند کرده و اون نظام جمهوری اسلامی است، اون انقلاب اسلامی است. اون شعارهایی که شما اشاره میکنید، این شعارها در بافت و ساخت اصلی این نظام وجود داره. خب بله گاهی اوقات تخلف میشه، خیلی اوقات در زمان پیغمبر هم گاهی اوقات میشد که کارهای خلافی انجام بده، زمان امیرالمومنین هم همینطور. یک اشکالاتی وجود داره، یک انحرافهایی وجود داره، در این تردیدی نیست. اما این به کلیت نظام به هیچ وجه صدمه نمیزنه. این نظام یک نظام معترض به این ساخت قدرت در دنیا، یعنی به بی‌عدالتی معترضه، به ظلم معترضه، به فقر و گرسنگی معترضه. ممکنه در کارهایی که میخواد انجام بده در این راهی که در پیش گرفته یه جایی رو بد تشخیص بده، یه جایی رو بد عمل میکنه. اینا هست، در این تردید نیست. اما این اون هویت و ساخت اصلی رو از بین نمیبره. حالا من و شما باید چیکار کنیم؟ هر کدومون در هر جا که هستیم نگاه کنیم، سعی کنیم اون انحراف ها رو، اون مشکلات رو بشناسیم، سعی کنیم اون رو برطرف کنیم در حد وسع و توان خودمون. شما یه جور میتونید کار کنید، من یه جور میتونم کار کنم، اون آقای نویسنده یه جور میتونه کار کنه، هر کسی یه جور میتونه کار بکنه. بارها هم اینو دیدم، یعنی بچه‌ها مثلا گلایه دارن، میرن گلایه میکنن آقا شرایط اینجوریه. ایشون از یه زاویه دیگه ای نگاه میکرد که آدم میگفت پس میشه انقدر از بالا نگاه کرد به موضوع. من میگم آقا اصلا من لق نمیذارم، هیچ همه چی خوبه. وضع موجود رو ازم بپرسید که آیا حجابش درسته؟ یعنی محصول 30 سال زندگی ما حجابمون، اقتصادمون، یعنی اونی بوده که شما که شب خالصانه از خدا میخواید همونه؟ یه چنین ادعایی وجود نداره. نه میگم، نه اصراری که معلومه. خب اشکالات رو منم به قدر شما یا یه ذره کمتر میدونم. عرض آخر همینه که شما اگه مثلا دستور بفرمایید یه گروه تشکیل بشن، آقا یه سیستم فرهنگی رو تحت نظر که همکارای شما نقد کنن به شما بدن. خب بکنن، الان میکنن. شما خیال میکنید که همه میاد پیش من میگن آقا به چه؟ نه آقا، بنده بیشترین گزارش، اولا من خیلی میخونم، اینو شما بدون، گزارش میخونم، گزارش های مردمی رو میخونم هر روز، نه گاهی، غیر از گزارش های رسمی و دولتی و فلان، گزارش های مردمی از روشنفکر، از نمیدونم همه جور میخونم. خیلی از این گزارش ها گزارش های انتقادی است، ما هم دنبال میکنیم. ما هم اینجور نیستش که، یعنی بنده اینجور نیست که تصور بکنم که الان ما داریم توی همون بهشت جمهوری اسلامی که در ذهنمون بوده زندگی میکنیم. نه، ما قطعا اشکال در کارمون هست، اختلال در کار مجموعه وجود داره، کم هم نیست، زیاد هم هست، اما خلاف انتظار من نیست، واقعا خلاف انتظار من نیست. من میدونم که ما انسان ها نقص داریم، ضعف داریم، خسته شدن داریم، یه عوامل ضعفی، نقاط ضعفی در ما انسان ها وجود داره. نخبگان ما، خواص ما دچار مشکلاتی میشن. مسئله نخبگان و خواص شما دست کم نگیرید. همین حرفایی که دارید به من میزنید، همینایی که دارید میگید، همینا رو شما با صدا و سیما، با فلان روحانی مؤثر، با فلان نویسنده فعال در میان بگذارید. آقا برگردیم خودمون رو نگاه کنیم. حسین عزیزم، من فیلمم رو میسازم، من میفهمم یه کلامیه، یه بحث به این بزرگی، به این عظمت تو کشور، تو این خاورمیانه، تو این جهان داره رخ میده.
آقا همینقدر بفهمم که الان تو دهن این رئیس جمهور آمریکا اینقدر چپ و راست هر روز داره از ایران میگه، این نشان از این نیست که ما یه قدرتی هستیم تو این مسئله. کلماتی که الان داره بیان میشه والله بخشیش این رسانه هاست که راه انداختن. کی اینا رو خطش میکنه و بعد هی بزرگش هم میکنیم؟ ولی واقعا این همچین عظمتی داره توی جهان داره مطرح میشه. من اینو نبینم؟ نه، من معتقدم داره اتفاق سخته، قصه داره، درد داره، ولی میگم آقا من باید واسطم. باید وایس. شماها بچهای انقلابی، راست میگید، شما همه‌تون بچهای انقلابی، شما بچهای جنگید، بچهای انقلابی، زایده انقلابید، باید پای انقلاب وایسید. آقا که پاشدن برن گفتن که من از اینکه این حرفا رو بزنین شما ناراحت نمیشم. هر چی که فکر کنید باید کار بکنید. کارم کی بکنه؟ همین شماها باید بکنید دیگه. یعنی شما که اهل کار هستید، شما باید کار بکنید. خوشم میاد. جامعه سالم جامعه جسوری است که گفتگوی فرهنگی بلده، نه جامعه لبریز از گفتنی هایی که ادبیات گفتنشو بلد نیست. تو این جلسه نخبه ها خب صحبت کردن دیگه. پسر جوونی بلند شد و شروع کرد صحبت کرد. جناب آقا ببخشید، من عرایضی داشتم خدمت شما که تو بخش المپیاد علمی گفته نشد و من هدفم از اومدن به این جلسه صرفاً گفتن اینها بود. اگر اجازه بدید در حد 5 دقیقه این حرفا رو بزنم. بله، اصلا بنده هیچ موقعی نه. جناب آقا، من امروز اومدم بگم که برای جوان المپیادی چه اتفاقی میفته. توی راه المپیاد چی سرش میاد، چی میبینه. وقتی به مدال رسید، چه در دوره 40 نفره و چه در دوره طلا، میبینه که هیچ ارزشی برای وی قائل نیستن. نخبه ما ناامید میشه و ناامیدی نخبه چیز کمی نیست. از دست رفتن یه نخبه است، از دست رفتن یک مغزه. من گوش کردم، بعد یه چند کلمه بهش جواب دادم. ممکنه با بعضی از حرفهای شما من موافق باشم، لکن با ناامید شدن به شدت مخالفم. شما جوونید، این مسائلی که گفتید اینا مشکلاته. در مقابل مشکلات اگه بنا شد ناامید، اگه بنا بود ناامید بشیم، اون نسل‌های قبل از شما اصلا حرکتشون متوقف میشد. ما امروز باز در همون دوران طاغوت و انجماد و عقب ماندگی، وابستگی و فساد بودیم. ناامید نباید شد. هیچ چیزی موجب ناامیدی نباید بشه. برای شما جوان جوابها ظاهراً مؤثر بود. یعنی خود او احساس کردم من، یعنی دیدم که چهره باز شد. بچگی آرزو بود. چیه؟ از بچگی آرزو بود خدمت شما برسم. خیلی خوب، حالا چیکار می‌خواید بکنید؟ آمد جلو و بوسیدمش و چیز کردم و گفتم حیف نیست تو مثلا ناامید؟ گفت نه و فلان، رفت. حیف نیست شما ناامید باشید، یه جلو زنده باشی. اون چیزی که من میخوام تکیه کنم مال بعد از اینه. بعد که او رفت نشست، یه پسر جوانی از همینایی که صف جلو نشسته بودن، از همین نخبه های درجه 1، گفتش که من فقط یک جمله نظر خودم رو بگم. اگر انقلاب اسلامی یک ثمره برای ما داشته و اون ثمره همین شیوه مباحثه با شخص اول مملکت برای ما بوده، به نظر من این برای ما کافیه و من خودم این امر رو خیلی بزرگ میدونم. یعنی این امرم از این لحاظ خیلی مقتنم میدونم. حالا ممکنه اینو من بگم، اما گفتن من با گفتن یه جوون نخبه اینجوری تفاوت میکنه. این حرفا که زده میشه نه به معنای اینکه به یک فرد زده میشه، به یک سیستم حاکمیتی داره بیان میشه که کل سیستم حالا باید این مطالبات و این نظرات و این حتی اعتراضات همه رو لحاظ کنه، در نظر بگیره. اون چیز که حقه و صاحب باید بهش توجه بشه، اون چیز که ناحقه و راجبش حرف زده بشه، توضیح داده بشه، مجاب کنن طرف. نکاتی هم تذکر دادید که اون نکات رو آقای محمدی یادداشت کردن، بعدم همه این حرفا پیاده خواهد شد و روش فکر خواهد شد
و من هر کاری بتونم در این زمینه مطمئناً انجام میدم. هر کار بشه انجام داد انجام میدم. به نظرم برای هر دو طرف جلسه بسیار جلسات مفیدیه. میدونم شما یادتون میاد من اولین باری که خدمت شما رسیدم در ریاست جمهوری اوایل دور ریاست جمهوری خدمت شما. چند بار شما آمدید؟ بله. یادم اونجا نشسته بودیم خدمتتون، یه خبری که آقای محمدی خبری رو لای پوشه آبی رنگی بود داد خدمت شما. دیدم که چهرهتون تو هم رفت و در خبر پناهنده شدن ورزشکاری بود. توضیح دادید که اینطوری شد. که قضیه قصه تاثیر گذاشت که براتون بلافاصله قصه راه خانه کجاست رو نوشتم که بحث پناهندگی که این جنس تو ذهنم بود. همیشه میگفتم که وقتی که اینطوری این برخورده از این جنس لزوم نداره با آدم بگن، خود به خود آدم خودش اون دغدغه واسه خود آدم دغدغه میشه. و واسه من حالا چیزی که در تمام این 20 سال به دوستان گفتم این است که نگاه شما نگاه منتقدانه، کارشناسانه و از اشراف و در عین حال نسبت به هنر و ادبیات متواضعانه، این یه چیزی است که غیر ندیدیم مشابهش مثلا. ببین یه نگاه به نظرم اینه که سوای اون اطلاعاتی که حالا گزارش ها میرسه، آدمای افراد ثقه‌ای هستن که اطلاعات میرسونن و اینها جمع میکنن، یه جوری که انگار من حسم اینه که انگار برای اینکه این اطلاعات تکمیل‌تر و دقیق‌تر و درست‌تر بشه همچین نیازی حس میشه. این برداشت منه. من حالا میخوام از شماها که تو نفتید بپرسم، واقعا شماها فکر میکنید میشه در داخل با همین مشکلی رو که وزارت نفت رو مجبور کرد بره IPC رو قبول کنی، قراردادها رو اینو اینجا حل کنی؟ 100%. حالا اجازه واقعا به نظر شما قابل انجام هست. 100%. حضرت آقا تمام قراردادهای نزدیک به انتقال تکنولوژی با خودشون من روبرو بشم، یه تعداد از این افراد بیان و ببینیم چی میگن، بی پرده حرف بزنن. لازم هست چیزی بهشون گفته بشه، لازم هست اینا چیزی بگن، یک مانعی اگر هست برداریم، کاری بکنیم. وجود شماها دلیل این حرف منه که بنده در سخنرانی‌های متعدد گفتم که رویش‌های ما بهتر از ریزش‌ها، بیشتر از ریزش‌ها. گفتم که حرکت انقلاب حرکت پیشرونده است و داره حرکت میکنه، پیش میره، عمق پیدا میکنه. به خصوص روی عمق من تکیه میکنم. دلیلش همین وجود شماست، دلیلش همین حرفای شماست. اینا استدلال برای عرایض ماست. خب حالا مثلا فرض کنید کسایی که به مسئله هنر اهمیت میدن میدونن ما این همه هنرمند مستندساز خوب انقلابی داریم؟ خبر دارن؟ نه. در حالی که داریم، در حالی که چنین چیزی وجود داره. ما از این گونه ظرفیت‌ها در همه زمینه‌ها فراوان داریم و معتقدم لشکر انقلاب الان لشکر خوبیه. خیلی واقعا کارهای با ارزشی انجام دادن، اما من همون 100 برابری رو که گفتم نرخ ما پایین نمیارم. 100 برابر باید کار بشه. منم هر کاری از دستم بر بیاد تو این زمینه میکنم. شرطش اینه که شماها انگیزتون یک سر سوزن کم نشه. یعنی ممکنه یه خود تأخیر بیفته، یه خود چه بشه، حرکتتون رو نگذارید کند بشه، از دور نیفته این حرکت خوبی که به حمدالله شروع شد. باید وارد میدون شد. یعنی هر کسی جبهه است دیگه، اون طرف مقابل از هر جا بتونه وارد میشه. شما هم از هر جا میتونید وارد جبهه بشید و مبارزه کنید. انشاءالله پیروزی با شماست. این جوانای این آقایان اینا مال بعد از اسلامن، ما پیش از اسلام. یعنی ما پیش از اسلام دوران جاهلیت دیگه. مقصودم اینه که اون موقع که این دوستان نه انقلابی بوده نه جنگی بوده روی به کتاب بنویسن. حالا من این فیلمی که ساختم خیلی دلم میخواد اصلش رو ببینیم، چون اینایی که این فیلم برای آزادی اسمش احتمالاً اون موقعی که شما جزو شورای انقلاب بودین من آوردم این فیلم رو اونجا نشون دادم. اون تا
این علمای اعلام و اینها که هنوز فیلم ندیده بودن، تنها تعریفی که از فیلم ما کردن گفتن خیلی واضحه. فیلم 35 میلیمتری رنگی پروفشنال بود دیگه، ما فیلم بردار 2-3 ساله یه همچین تعریفی کردم. میتونم بگم یه جلسه ای بود که دل هر هنرمندی رو گرم میکرد، امید میداد به اینکه داره راهی رو که میره محکمتر و مصممتر باشه. یه سری کتاب صوتیه که روی آثار نادر ابراهیمی من انجام دادم. الانم در واقع 3 ساله که دارم روی اولاد و اینا نداره نادر؟ چرا 3 تا دختر خانم داره. 2 دختر. بله. خوبن اوضاع؟ بله خدا رو شکر. این جلسات واقعا احساس خانوادگی میداد و اون پدرانگی که آدم انتظار داره، اون عطوفتی که بین ایجاد میشه، یه اتفاقی که شاید بعضی وقتا ما به جهت دور شدن یادمون میره و فراموش میکنیم. این مزیت رقابتی حکمرانی اسلامیه. انگشت بزرگ. این چطوره؟ تجارت تبرک چه هست؟ ازت اومد. ازت اومد. ببخشید سر درست. آقا این باید منده است. انگشت طرف خوبه. نه